تحت نام امتی. شبهای دراز بی عبادت چگونه؟ شاید روز قیامت همین قسم، با همین کار، با همین کردار، با همین که به صورت نبی خود را در نیاوردیم، از سنت پیامبر پیروی نکردیم، الله روز قیامت بگوید برو بندگان من همینطور به جنت. خجالت گیره کجا ببریم؟ شبهای دراز به عبادت چه کنم؟ طبعا به گناه کرده عادت چه کنم؟ گویند و کریم است و گناه میبخشد، گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم؟ نبی بیاید روز قیامت، فلانی ولد فلانی، از جای خود بلند شو، من نبی تو هستم، محمد صلی الله علیه و سلم. یم بگویه یا رسول الله فدای شوم، من خیلی دوستت داشتم. پیامبر بگویه صلی الله علیه و سلم به سنت من پابند بودی؟ جماعت سنت من بود، برای 10 افغانی سنت مرا فدا کردی. چقدر جایگاه در قلب تو من داشتم. برای خوشی دخترت و پسرت در هتل 3 وقت نماز را ترک کردی و نخواندی. چی جواب دارد جوان؟ اگه بگویی قیافه از کجا کردی جوان؟ یا رسول الله از یهود و نصارا گرفتم، از میدان فوتبال المپیک جهان گرفتم، من از فوتبالیستای یهود و نصارا که دشمن تو بود، من اونها رو دوست داشتم. این قیافه دختر را از کجا آوردی؟ از هندو گرفتیم یا رسول الله. باور بکنین یک هندو آنقدر پابند است، یک سک آنقدر پابند مذهبش است، شما در همین کابل بروید سکه ها را ببینید، در همین مزار ما هم چند وقت قبل آمده بدون حال هم هستن بعضی جاها، همون لنگی سرخشان سرشان است، همون بروت و ریش رسیده ایشان که کوتاه نمی کنن، یک توپک هم بالای سرشان دارن. در هر کشوری که داخل می شوند همون آرم خود را، همون یونیفرم خود را از خود دور نمی کنن، به خاطر که نشان بدهند که ما سکه هستیم. افتخار به مذهب خود می کنن، در حالی که همه اونها زوال جهنم هستن، در حالی که همه اونها ناکام هستن، در حالی که همه اونها منفور حضرت حق سبحانه و تعالی هستن. اما چهره نبی تو چقدر زیبا بود. شده یک کسی گفته باشه که من میخواهم، من میرم سیرت پیامبر را مطالعه بکنم، مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم خود را جور میکنم، باز این را الله در آتش جهنم میسوزانه، باز این ناکام میشود، با این نان پیدا نمیکنه، با این خار میشود. نه، حتی ما خودمون که نمی کنیم، اگر یک کسی را میبینیم که خود را شبیه یک عالم جور کرده، میگیم تو ملا شدی، این سر صورت تسایی کتره کجا رسیدی، لنگی میپوشی، ریش ماندی، ملا خود جور نکن. فکر میکن ریش مال ملا هست، لنگی مال ملا هست، در حالی که سنت کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. سر سنت تمسخر میزند امروز مسلمان. الله رب العزت و الجلال به تک تک و فرد ما عمل به سنت نصیب بگردانه. خیلی مهم است عزیزان دل، خیلی زیاد قیمتی و با ارزش است. من گفتم 5 وقت نماز خلاصه نکن محبت الله را، به 5 وقت نماز خلاصه نکن محبت نبی را. ببین که پیامبر صلی الله علیه و سلم از تو چی میخواهد. حتی رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لیأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حذف النعل بالنعل. در سر امت من زمان می آید به قسم امت من پیروی از یهود و نصارا میکنه، حتی این کان منهم من اتی امه علانیه لکان فی امتی من یصنع ذلک. حتی اگر یهود و نصارا بعضیشان با مادر خود زنا کردن، در میان امت من کس پیدا میشه با مادر خود زنا میکنه. و این بنی اسرائیل تفرقت علی 72 مله. بنی اسرائیل 72 گروه شده بودن و امت من 73 گروه می شود. کلهم فی النار، همه ایشان در آتش جهنم است الا ملت واحده. این 73 گروهی که امت من جدا جدا میشن به 73 گروه، همه اینها به آتش جهنم هستن مگر یک گروهش.
گفتن قالوا یا رسول الله من هی، اون یک گروه کی هست؟ فرمود ما انا علیه و اصحابی، اون کسی که خود را شبیه من و شبیه اصحاب من میگرداند، اون کسی که به سنت من و به عمل اصحاب من زندگی میکند، این گروه فقط کامیاب هستند. پس الله رب العزت و الجلال به ما شما توفیق نصیب بدهد و ما شما عمل به سنت، اتباع به سنت و پیروی سنت را الله رب العزت و الجلال توفیقش را عطا بکنه که ما در زندگی خود سنتی زندگی بکنیم. بروین عزیزان من، جوان عزیز، میخوای تشکیل خانواده بدی، از یک عالم پرسان که من میخوام عروسی سنتی داشته باشم، حالا بعد از این میخوام سنتی زندگی کنم، چی کار بکنم؟ عالم برات میگه چی کار بکن. یکی دیگران خفا میشون، خفا بشون. یک ذات راضی بکنین، بلن الله. وقتی او را راضی کرده، آسمان مالکی است، زمین مالکی است، شب مالکی است، روز مالکی است، اکسیژن و نفس مالکی است، بهشت مالکی است، روزی مالکی است، میوه های درختان مالکی است، همه از الله است. پس اگر دیگران خفا شون از تو چی کم میشود؟ هیچه. اگر اون خفا شد دیگه هیچ نداریم ما. این وجدتنی وجدت کل شیء. الله میگه اگر من پیدا کرده همه رو پیدا میکنی و این فقط کل شیء. اگر من از دست دادی همه چیز رو از دست میدی. حتی در جنازه چی اعمال رو که ما انجام نمیدیم سطحاتش در دین جا ندارد. این رو پرسان بکنیم که بیلی که ما سرچپه میمونیم سر قبر سنتی در دین جایی دارد؟ سنت نبی است؟ لطه هایی که در تابوت بسته میکنیم سنت نبی هست؟ سالگیره سنت نبی هست؟ روز مادر سنت نبی هست؟ روز معلم سنت نبی هست؟ روز زن سنت نبی هست؟ شب شش سنت نبی هست؟ نه، هیچ کدامش سنت نبی نیست. همه را از یهود آورده، همه را از نصارا گرفتیم. اگر امروز یک عالم میگه سالگیره نکن، شروع دشنام دادن به اون عالم که میگه سالگیره نکو. گفتن خب تو امت محمد صلی الله علیه و سلم هستی، خب اگر عالم اشتباه کرده برو حدیث پیامبر بردار. آیا پیامبر از خود سالگیری کرده بود؟ آیا فاطمه رو سالگیریش کرده بود؟ قاسم پسرش سالگیری کرده بود؟ ابراهیم پسرش سالگیری کرده بود؟ عبدالله پسرش سالگیری کرده بود؟ حسین نواسیش سالگیری کرده بود؟ نه. خب پس تو از کجا آوردی؟ از آمریکا آوردیمش. روز مادر هیچ احترام در غرب به مادر نیست. وقتی میمونن شاروالی دفنشان میکنه. از این سال ده سال یک روز قرارداد روز مادر. اسلام میگه هر روز مادر تو حق دارد. هر روز مادر عزیز را احترام بکن. 7 جای الله در قرآن درباره احسان والدین صحبت میکنه. بهترین سالگیری فرزند تو این است که فرزند تو وقت نماز صبح بیدار شود، طهارت بیاد، به سمت مسجد بیاید، او مسواک داشته باشد، او با پیامبر صلی الله علیه و سلم محبت داشته باشه. این نمیگن سالگیره، این نمیگن حق و حقوق انجام دادن و این نمیگن احترام به فرزند کردن که او را مطابق دین تربیهش بکنیم.